در یک ناحیه جنوبی قزاقستان طبق گزارش‌های رسیده کمش 1000 گوسفند به هلاکت رسیده است. روز 30 ایول کشاورزان جسدهای گوسفندان را آتش زدند. خدمات بیطاری نتوانست سبب فوت گوسفندان را تشخیص کند. تخمین می شود که گوسفندان گرفتار ویروس پاسترولوز شده بودند. بعد اعلان مرگ رهبر طالبان افغان مولا عمر در شهر شمال و غربی پشاور پاکستان تخمینا 300 مرد و زن جداگانه نماز گذاشتند. این نماز دست جمعی را گروه منشوده جماعت دعوا تشکیل کرده بود. هفته روان حکومت افغانستان اعلان نمود که مولا عمر در سال 2013 هم وفات کرده بود. سپس این اطلاع را طالبان تصدیق کردند. ساکنان شهر سرایوو در درآمدگاه یک تونل که سالهای جنگی نیم جزیره بالکان همچون راه نجات مهم دانسته میشد گل گذاشتند. روز جمعه در سرایوو 23مین سالگرد افتتاح این تونل که در حال محاصره سرب‌های بوسنیا این شهر را به عالم بیرونه می‌پیوست برپا شد. محاصره سرایوو از سوی سرب‌های محلی در ماه اپریل سال 1992 آغاز یافته 43 ماه ادامه یافت تا زمان امضای سازش صلح دیتون در سال 1995 توسط تونل 340 متر صدها تن غذا و اسلحه انتقال یافته است. در پایتخت گرجستان انجمن حقوقشناسان جوان در نزد دادگاه شهر اعتراض تشکیل نموده بر ضد بازداشت اشتراکچیان 19 ایول که مخالف یک لایحه ساختمانی در تبلیس بودند صدا بلند کرد. حقوقشناسان دهانهایشان را بسته وعده دادند که بر مقابل حکم بازداشت شکایت میبرند. لایحه چندین میلیون دلار با نام پانوراما تبلیسی بنیاد مرکز صاحبکاری و مهمانسراهای 5 ستاره را مد نظر دارد. مردم محلی بر این نظر است که لایحه به محیط زیست تبلیسی ضرر میرساند. اعتراضگران را با ایبنامه شعارهای به اصطلاح غیر مقبول و استفاده لحن ناجا بازداشت نمودند.